نوکر شما هستم. من دوست عزیز، من محمود فتاحی ام، معروفم به بابا قمر، در تلویزیون یزد کار میکنم. افتخار دارم که امشب در جوار شما بودم و شما خیلی خوش اومدی به شهر اردک. چون بچه شارودستی و میگی من باغ موزه یا خونه آب داری در شارود، موزه آب شارود، موزه آب شارود دارید. من خیلی خوشحال شدم و یادم یه قضیه در شارود بود. من مسافر نوروزی بودم، از شهرهای مختلف عبور میکردم. آخرین شهری که من شب تصمیم گرفتم درش بخوابم شارود. وقتی اومدم تو شهر شارود بگردم دنبال ستاده اسکان بودم. یکی از دوستان منو راهنمایی کرد که شما برو فرمونداری شارود و در اونجا طلب کن تا شما را اسکان بدن. اومدم اونجا ناامید شدم و با یه خاطر تلخی در حینی که بارون میومد تو شهر می‌خواستم شهر شارود رو ترک کنم و برگردم به خونه. آخرین فلکی که از شارود میمدم بیرون برم به سمت دامغان، وایستادم تو دایره فلکه. تو دایره فلک وایستادم، اومدم تو این فلک دیدم یکی مأمور نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی وایسیده بود و متوجه شد که من باربندی دارم و باری دارم و مسافر هستم. گفت آقا سلام علیکم. گفتم سلام از ما. گفت که شما بچه کجایی؟ گفتم من بچه اردکانم، اومدم اینجا و تو مسیر رو سر در آوردم شارود شما. گفت که خوش گذشته؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم که من اومدم تو این شهر جای اسکان گیرم نمیاد. مگه این مردم کی هستن که به من پناه نمیدن، به من جا نمیدن؟ من غریب این شهرم، مسافر نوروزم، اومدم اینجا ستاده اسکان هیچ کجا نداره. پس این چه شهریه؟ منم روزنامه نگارم، برمیگردم برم یزد و یه خاطره بدی تو روزنامه بنویسم، به زنگ بزنم به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در تهران، میگم که به شارود سفارش بکنی که به مهمونا بهتر برسن. گفت نه مگه چی شده؟ گفتم جا گیرم نیومده، زن و بچه دنبال من، میخوام شب بخوابم. ایشون در حالی که در حال مأموریت بود و تو این فلک وایساده بود و مسافرها رو کنترل میکنه و امنیت شهر رو حفظ میکنه، گفت آقا محبت کنید بشینید اینجا چند دقیقه من در خدمت شما هستم. گفتم چشم. نشستم این سطح و ایشون بلند شد زنگ زد به اینجا، به این پاسگاه، به اون پاسگاه، به این خیابون، به اون خیابون و اینا رو سر و سامون رو نظم داد و گفت من برم خونم. یه کار واجبی برام پیش اومده و برم به خونه. به مامورایی که در سراسر شهر بودن اطلاع داد که من برم به خونه. بعد اومد بلند شد اومد پیش من و گفت ماشینت کجاست؟ گفتم تو دایره فلکه. گفت ماشین رو روشن کن دنبال من بیا. ماشین راهنمایی رانندگی برداشت در اینی که چراغ بزد تو خیابونای شارود، منم دنبال سرش بودم. اومد از این خیابون گذاشت، از اون خیابون رفت تو یه کوچه ای، در یه خونه ای و گفت همینجا وایستا. کلید زد، در پارکی رفت بالا، گفت ماشینتو ببر تو پارکی. من بدون سوال ماشینم بردم تو پارکی، در پارکینو رو بست و اومد در رو زد. خانمش اومد بیرون، خونه خودش بود، خونه خود این مأمور راهنمایی رانندگی بود و منو با زن و بچه آورد اونجا و میشم گفت اینجا خونه خودته، راحت باش و لذت ببر و اصلا احساس نکن که جای اسکان باشه. فامیلشون چی؟ آقای اسدی. آقای اسدی. اگر اشتباه نمیکنم اسم کوچیکش عباسعلی اسدی بود و الان میدونم بازنشسته شده و گفت من معاینه میدم به وسایل نقلیه اونجا. حالا میدونم، حالا 4-5 سالی گذشته و منو شرمنده که وقتی اومدم اونجا ازم پرسید که الان شام خوردی؟ گفتم نه. رفت غذا برام اومد، جا برام انداخت، خانمش اومد، بچهش اومد و قسم بهم داد، گفت اگر اینجا رو احساس بکنی که تو غریبی، اینجا خونی خودته. شب اونجا خوابیدم، صبحیشون پا شد صبح زود و رفت سر محل کارش. مأمور اومد با ماشین در خونه سوارش کرد، ما تو خونش خوابیدیم، زورنارش مهمونش بودیم و از اونجا بعد از ظهر دوباره اومد با لباس شخصی، ماشین شخصی ما را برد تا تربت جام
سر آرامگاه شیخ جام هر کجا بلد بود ما را گردون 2 روز و نصفی هم میمونش بودم اونجا و بعد بالاخره بالاجبار از خونه او از شهر شارود من مرخص شدم، آدرس بهش دادم و گفتم به جان بچه ها دیگه یه وقت نوروز مثل که من اومدم شارود شما اومدی شهر من عرضه کن بیا خونی من و دیگه متاسفانه ایشونو ندیدم، شماره تلفنشو گم کردم ولی هرگز از ذهن و فکرم این خاطره شاهرود و آقای اسدی و این مردمان خوب اونجا و میمون نوازی که از من کردن از خاطرم نمیره. و جالب اینجاست اومدم چون روزنامه نگار بودم این خاطره رو تو روزنامه نوشتم و بعد از مدتی روزنامه رو فرستادم برای آقای اسدی. آقای اسدی اینو میبره تو اونجا فرماندهش مخونه به 1 درجه بشه اضافه. دست از اون درنده که سلام بر شارود و شارودیه. ممنون مرسی.